سلام و درود به قسمت دوم پادکست تو نور هستی. خوش اومدی. همونطور که قرار گذاشتیم توی تو نور هستی قراره به عمق آگاهی شیرجه بزنیم، مفاهیم ساده و روون بیان کنیم برای کسایی که تو مسیرن یا برای کسایی که قراره وارد مسیر عشق بشن و خودشون رو بشناسن. خب میخوایم توی این قسمت راجع به یه موضوع خیلی مهم صحبت کنیم، راجع به یه طرح سوال اساسی صحبت کنیم و اون مسئله انسانه. با هم ببینیم مسئله انسان چیه. برای اینکه این ماجرا رو درک کنید میخوام یه مثالی از زندگی خودم بزنم. برای اینکه بفهمید واقعا مسئله انسان چیه میخوام یه سوال اساسی که همیشه من میپرسیدم از کودکیم رو بپرسم. همیشه من یه سوالی میکردم وقتی بهم چیزی میگفتم چرا باید این کارو بکنم؟ مثلا میگفتم چرا باید برم مدرسه؟ بعد بهم میگفتن خب باید بری سواد یاد بگیری. انسانی که سواد نداره مثلا به درد نمیخوره، جاهله، نادونه، بلد نی بخونه بنویسه. و بعد قانع نمیشدم. میگفتم باید برم ببینم مدرسه چجوریه. وقتی میرفتم میدیدم خب اون ساعتایی که با دوستام خوش میگذشت، دوست جدید پیدا میکردم، شاد بودیم، میگفتیم، میخندیدیم، بازی میکردیم، برام قانع کننده بود که برم مدرسه. اون چیزهایی که بقیه میگفتن هیچ وقت دیدگاه هم نبود و هیچ وقت نپذیرفتمشون. سعی میکردم تجربهشون کنم. و بعدها بزرگتر شدم، این دیدگاه باهام موند. رفتم دانشگاه. میگفتم چرا باید برم دانشگاه؟ میگفتن خب آقا مدرک تحصیلی برای کارت لازمه، تو اگه بری دانشگاه میتونی دست به کارهای فوق‌العاده بزنی، اصلا انسان به درد بخورتری بشی، چیزی یاد بگیری. و بعد بازم دیدم نه، این حقیقت نیست، باید برم تجربهش کنم. رفتم تجربهش کردم و دیدم خب روابط اجتماعی، آشنایی با جنس مخالف، ارتباطات اجتماعی و خوشگذرونی دلیل قانع کننده برای من که برم دانشگاه. پذیرفتمش و مدرکم هم گرفتم و هنوز که هنوزه منتظرم که مدرکم به دردم بخوره. و دیدم خب اصلا اون دیدگاهی که جامعه به من میده و بزرگترها به من میدن درست نبود، تا اینجا که درست نبوده. و سوال بعدیم این بود چرا باید ازدواج کنم؟ میگفتن خب تشکیل خانواده، سر و سامون گرفتن، کامل شدن تو، نمیدونم مسئولیت پذیری، همه اینها دلیل ازدواجه. و خب اصلا کار دیگه ای نیست. به این سن میرسی باید ازدواج کنی دیگه. به 30 سالگی مثلا میرسی باید ازدواج کنی. و بعد گفتم نه، بازم اینو دلیلای شماست. رفتم چون خیلی جالبه، مثلا میدیدم که بهای زیاده، بخوام برم تجربهش کنم ممکنه به خودم و به دیگری آسیب بزنم. دوستامو میدیدم که ازدواج میکردن، نگاهشون میکردم و دیدم که یه مسئله کاملا خنثیه، بسته به اون آدمه، بستگی داره اون آدمه تو چه حالی باشه. اگر با هم دیگه جور باشن، توی فرکانس باشن، حالا اصلا مفهوم فرکانس رو کاری نداشتم اون زمان، شاید درکش نمی‌کردم. میگفتم آقا اینا با هم همفازن، زن و شوهر همفازین، خوش میگذرونن، حالشون خوبه. به این دید نگاهش میکرد. و اونایی هم که همفاز نبودن، تضادهاشون زیاد بود، همدیگه رو نمیفهمیدن، حالشون خوب نبود. بعد به این نتیجه رسیدم خیلی راحت چراییم دوباره پاسخ داده شد از طرف همین تفکر کردن ساده‌ای که من جوون هیچ کس هم بهم یاد نداده بود، خودم یاد گرفتم. این که گفتم خب ازدواجم یه مسئله خنثیه، اینا احساس نیاز کردن، من الان احساس نیازشو نمی‌کنم. هر وقت احساس نیاز کنم به نظرم با انسان درستی و انسانی که همفاز خودم باشه اوکیه، اینم چیز بدی نیست. اگه احساس نیاز کردم تجربهش میکنم، ولی اولویت هم نیست الان. چرا؟ چون من یه مسئله ای رو درک کردم، خیلی زودم درکش کردم. این بود که آقا من هدفم چیز دیگه ایه از این کارها. به تمام این مسئله ها رو مثال زدم که اینو بهتون بگم. هدف من و دغدغه من از این کارهایی که همه داشتن انجام میدادن یه چیز دیگه است.
و دیدم دغدغه و هدف همه و مسئله همونه، فقط بهش آگاه نیستن، نمیدوننش. من کم کم تونستم این رو درک کنم که یه هدف دیگه پشت این کارها برای ماه، اونم اینه که ما میخوایم خودمون و جهان رو بشناسیم و کشف کنیم. گفتم ایول، ماجرا اینه، اینا واسه همین این کارو میکنن، میخوان خودشون رو بشناسن، میخوان جهان رو بشناسن، میخوان چرایی بودن اینجاشون رو بفهمن. خب من بذار برم اول اونو جواب بدم، این کارا که همیشه هست، بذار برم اول به اون پاسخ بدم. انسان ها میخوان برن دنبال شغل، کار کنن که بدونن چرا اینجان، اونو کشف کنن، بتونن حس ارزشمند بودن پیدا کنن. خب بذار من برم ارزشم رو اول پیدا کنم، حالا مسئله شغلم حل میکنم دیگه. و خب این تغییر دید و تغییر جهت منو وارد یه دنیای دیگه ای کرد که حاصل و نتیجهش این شد که دارم الان اینجا باهاتون صحبت میکنم. این تغییر زاویه دید باعث شد که الان میدونم چرا جوونها میرن سیگار میکشن، چرا میرن هنجار شکنی میکنن، میرن سراغ دراگ، میرن مواد مخدر میزنن. به خاطر اینکه تو چیزهای عادی که مردم دارن انجام میدن جواب سوالاشون نیست. منم این کارا رو کردم. جواب سوالهامون رو ما میخوایم و مسئله انسان دقیقاً این چراییه. ولی ما رو میندازن توی یه سیستم چگونگی که چگونه زندگیمون رو پیش ببریم، چگونه این کارا رو بکنیم، چگونه ازدواج کن، چگونه خوشبخت شو، چگونه پولدار شو. با ول کنید اینا رو، چرایی رو پیدا کنید. چگونگی هیچ اهمیتی نداره. ببین طرف میره کارهایی که میگن اشتباه و غلطه رو انجام میده. تو سن پایین ها جوانای 17-18 ساله، 16 ساله، 15 ساله میبینمشون تو خیابون سیگار میکشن، گل میکشن، مشروب میخورن، تو رابطه های چرت و پرت میرن، به خاطر اینکه هر چیزی که میگن اشتباهه رو بره انجام بده، تجربه کنه که به پاسخهای سوالاش برسه، به چرایی‌هاش برسه. بدتر گیج میشه، بدتر حیرون میشه، چون میبینه نتایجی که هنجارهای اجتماعی شده و پدر مادرش بهش میگن، جامعه بهش میگه، هیچ چی توش نی، پوچه، خالیه، داره میبینه. یه سری انسان ربات رو میبینه و میخواد متفاوت باشه. نسل جدید خیلی سطح آگاهیشون بالاه، دوست دارن تفاوت رو زندگی کنن، میخوان برن سراغ اون دغدغه اصلیه، میخوان اون رو زندگی کنن. طرح سوال دارن که چرا اینجاییم، چی میخوایم، هدف از زندگی چیه. لطفاً این میل رو درون خودت سرکوب نکن. اگه تا الان کردی دیگه تمومش کن. با همین میل تو بیدار میشی، با همین سوال بیدار میشی. و حالا مسیر بیداری چیه؟ همین ماجرای ربات نبودن انسانه. یعنی انسانی که فقط اون کارها رو میکنه و مسیر زندگی رو میره بدون طرح سوال چرا، بدون اینکه بدونه جهانش به چه شکله، اینجا کجاست. دغدغه اصلی انسان ها شناخت خودشون و جهانشون و چراییشونه. انسان باید چرایی خودش رو داشته باشه. حالا انسانی که از ربات بودن خارج میشه، میشینه سر جاش، ترمز دستی رو میکشه، میگه من اول باید بفهمم کجا دارم میرم، بعدم پامو بذارم رو گاز تون برم. این انسان تو مسیر بیداری قرار میگیره. یعنی چی؟ یعنی از سیستم ربات بودن که همه انسان ها اکثریت هستن و سیستمشون اتوماتیکه، یه راهی رو بهشون میگن بدو برو، از اون خارج میشه، وای میسه کنار راه، بقیه رو نگاه میکنه، میبینه اینا کجا دارن میرن، میبینه هیچ جای خاصی نمیرن، متولد میشن و میمیرن، متولد میشن و میمیرن، متولد میشن و میمیرن. وای میسه میگه من دیگه نباید اتوماتیک باشم، نباید ناخودآگاه عمل کنم، میخوام ناخودآگاه رو تبدیل به خودآگاه کنم. و بعد به پرسش‌هاش پاسخ میده جهان هستی، جوابت رو میگیری. شاگرد آماده باشه استاد میاد، همه استادت میشن. به خاطر همین الان عصر آگاهیه، تو سراسر دنیا مردم دارن به این دید میرسن که ما دیگه نباید ربات باشیم،
چون ربات یه موجود ضعیف و برده و قابل کنترله. ما میخوایم آگاه بشیم. عصر آگاهی و بیداری یعنی این که چراییت رو پیدا کنی، که شناخت پیدا کنی نسبت به خودت و جهانت، که بدونی تو در خلق مشترک هستی با انسانهای دیگه، با تمام هستی، که بدونی این زمین خلق مشترک تمام انسان هاست. انسان ها با جهل و ناگاهی و گمراهی و ترس و وحشت و ظلم دارن خلق میکنن جهانشون رو و تو قرار پایان این چرخه باشی. تو قرار آغاز یک مسیر زیبا باشی. تو قرار بدونی داری چی خلق میکنی. تو قرار ارزش اضافه کنی، عشق اضافه کنی، نور باشی. تو نور هستی. تو قرار نور ببخشی به این جهان. تا کی گمراهی و سیاهی؟ تا کی ظلم؟ تا کی فقر؟ تا کی ندونم کاری؟ تا کی ربات بودن؟ میخوای به این پاسخ بدی؟ به این سوال پاسخ بدی؟ جستجوت رو آغاز کن. شناخت هستی رو شروع کن. شناخت خودت رو شروع کن. بدون چرا داری کاری رو انجام میدی. از خودت بپرس چرا دارم این کار رو انجام میدم؟ و آگاهی تو ببر بالا که پاسخت رو از درونت خودت بدی، نه اینکه دیگری به تو پاسخ بده ها. آگاهیت رو به اون مسئله ببر بالا. مثال خودم رو زدم که بفهمی. من رفتم آگاه گفتم یه ترم میرم دانشگاه ببینم چجوریه. آگاهیم رو ازش بردم بالا. رفتم مشاهده کردم، دیدم انسان‌هایی که ازدواج کردن، آگاهیش رو از دریافت کردم، شروع کردم کتاب خوندن، فیلم دیدن، سریال دیدن راجع به اون موضوع و اکتفا نکردم. باز هم آگاهی تو ببر بالا، بشین پای صحبت‌های انسان‌هایی که آگاهی لازم رو دارن، نتیجه رو دارن. وقتی آگاهیت رو میبری بالا آموزش پذیر میشی. آموزش میبینی راجع به یه حوزه‌ای، تو دیگه اتوماتیک عمل نمی‌کنی. حالا سیستم اتوماتیک ذهنت رو میبینی. حالا اونی که بهت میگه الان ازدواج نکردی تو ترشیدی سنت گذشت رو میبینی که یه باور اجتماعی غلط از گذشتگان همینجوری دست به دست شده و اومده به تو رسیده. دیگه آزارت نمیده، میخندی بهش. میگه خب اونایی که ازدواج کردن مثلا چیکار کردن؟ چی به دست آوردن؟ هیچ. اهمیتی نداره اصلا موضوع مهمی نیست. میخندی دیگه به این دغدغه گذشته خودت. میخندی. خندت میگیره به این جهالت. به این که مثل یه ربات فقط بودم دنبال زندگی که زندگی منو خوشحال کنه. من که خوشحالم، برام اهمیتی نداره چه اتفاقی بیفته. من خوشحالم، من با همه چی خوشحالم. من حالم خوبه. حال خوبت از درونه و این حال خوب درونیت رو به جهان میبخشی. به خاطر همین جهان قراره و وارد شده، همین الان وارد مدار جدیدیه، وارد مدار عشقه. این دیگه تویی که تصمیم میگیری تو این مدار جدید که زمین جدیده، مدار عشق و صلح، باشی یا نباشی، توی درد و رنج باشی یا وارد مدار جدید بشی. چطور؟ با خارج شدن از سیستم اتوماتیک، سیستمی که جوابی برای کارهاش نداره، فقط انجام میده چون همه دارن انجام میدن، چون فکر میکنه کار دیگه‌ای وجود نداره، چون رباته، با این دغدغه ها بزرگ شده. و تو تصمیم گیرنده ای. تو تصمیم گیرنده ای. من فقط یه سوال برام ایجاد شد که چرا افتادم تو مسیرهایی که واقعا تشنش بودم و عاشقانه توش پیش رفتم. تو هم اگه تشنه ای که خودت رو بشناسی و به نظرت توی کارهای مختلف، توی اعمال مختلف، توی هر کاری که کردی اصلا مهم نیست چی کار کردی، چی رو تجربه کردی، دنبال این بودی که خودت و جهانت رو بشناسی و پشت اون موضوع فکر کردی جوابت پشت اون موضوع نیست. جوابت دقیقاً اون جاییه که نشستی. جوابت درون خودته. این جوابی که درون توه یعنی به حدی از آگاهی و شناخت از خودت و جهانت برسی که حقیقت چیزها رو ببینی،
نه تعریف‌های ذهنی خودت و دیگران. آقا تعریف‌های ذهنی رو بذار کنار. هر کی هر چی راجع به موضوعات مختلف میگه، آقا راجع به ازدواج میگه، ممکنه برای اون انسان اون لحظه خوب باشه، برای یکی دیگه بد باشه. راجع به مهاجرت میگه، ممکنه برای انسانی خوب باشه، برای یکی دیگه سم باشه. راجع به هر چیزی، دانشگاه، درس، نمیدونم کار، هر کی هر چی میگه، میگی بابا اون سطح آگاهی اون انسانه، فرکانس اون انسانه، مدار اون انسانه. من باید خودم ببینم و ادراک کنم الان برای من چه کاری درسته و چی نیازمه برای اون چرایی که چرا اینجام. که حالا به اسامی مختلف شنیدینش. یکی میگه رسالت روحه، یکی میگه آقا مثلا درس روحه، یکی میگه آقا مثلا چرخه کارمی، که هر کی اسمی روش میدن، با اسامی زیاد کاری ندارم. اصل من جان مطلب اینه که آقا من چرا اینجا، اون چراییه، از کجا آمدم، آمدنم بهر چه بود، به کجا میروم آخر، نه نمایی وطنم، من دنبال چیم. این رو بهش میگن جستجوی از ورای جستجو. تو دنبال همه چی گشتی، تو همه چی رفتی سرک کشیدی، حالا نوبت اینه که جستجو اصلیه رو آغاز کنی. سگ خویش را رها کن که کند شکار دیگر. اون شکار اصلیه شناخت خودته که مولانا میگه، شناخت جهانته، چرایی حضورته، چرایی کارهاته. و هیچ کس نمیتونه بهت پاسختو بده. میتونن راهنماییت کنن، میتونن در رو بهت نشون بدن. هر کی میگه بیا من پاسختو میدم، نه. میتونن راهنماییت کنن، میتونن به درونت هی اشاره کنن، برت گردونن به درونت. و اونهایی هم میگن که آقا راهنما نیاز نداره، پاسخها درونته. نه، اتفاقا نیاز به راهنما داره. تمام بزرگان اومدن پیغام دادن آقا نیاز به راهنما داره. اصلا با راهنمایی هموناست که ما فهمیدیم عصر آگاهیه، باید بریم به درون خودمون. خیلی خنده داره که به تو میگن نیاز به راهنما نداری. تو هر کدوی راه میخوای بری، اگر پدر مادرت رو نبینی که دارن راه میرن، تاتی کردن رو یاد نمیگیری، تو حرف زدن رو از اونا یاد میگیری، غذا خوردن رو از اونا یاد میگیری. همه چیز نیاز به آموزش داره، نیاز به یادآوری داره، چون زمین جای فراموشیه. حتی اگر درون خودت باشه، همه چیز درون خودته، ولی نیاز به یادآوری داره، نیاز به تکرار داره، نیاز به الگوی درست رو مشاهده کردن داره. میدونید چی رو قاطی میکنن با هم؟ تقلید رو قاطی میکنن با راهنما. راهنما داشتن به معنی تقلید کردن ازش نیست. آره تقلید غلطه، ولی راهنما داشتن یعنی انسانی به تو اشاره کنه و تو رو تو مسیر درست مربیگری کنه، هوا تو داشته باشه. همین کل ماجرا اینه. یه عده این وسط راهنمان دارن کمک میکنن به این موضوع، به این خلق مشترک زمین جدید که از جنس عشق، از جنس نور، از جنس حال خوبه. یه عده دارن کمک میکنن، یه عده دیگه توی فرکانس‌های پایین دارن دست و پا میزنن، چون اوضاع خراب میشه براشون. یه عده میخوان آقا از جنس عشق بسازن، از جنس خوبی بسازن. اونا هنوز تو تاریکی هن و اوضاع براشون سخت‌تر میشه. حالا زمان انتخابه که میخوای جزو بیداری باشی، از ناخودآگاه خارج بشی، وارد خودآگاه بشی، یا میخوای تو اون ربات بدبخت و بیچاره دست و پا بزنی که همش درگیر جبر انتخاب‌هاییه که بهشون آگاه نیست و درک نکرده خودش داره زندگیش رو میسازه، خودش خالق جهانشه، در صورتی که از ناخودآگاه به خودآگاه بیاد و کنترل خودش، ذهنش و جهانش رو به دست بگیره با شناختش، با آگاهیش. این انتخاب رو بکن، چون قراره از قسمت‌های بعدی عمیق‌تر راجع بهش صحبت کنیم و با چند نفرتون میخوام راجع به تجربهشون مصاحبه کنم و گفتگو داشته باشم. مرسی که تا اینجا بودی، دوستتون دارم، عشق و نور به راهتون. ازتون میخوام این پادکست رو به دست بقیه برسونید. شاید شما سفیرهای نور باشید و دستی باشید برای بیداری بقیه. در پناه عشق باشید. میبینمتون. فعلا.